سلام بچه‌ها. تو این ویدیو میخوایم بریم پاسخ یه سوال پرتکرار بچه‌ها رو بدیم. سوال چیه؟ چجوری من میتونم المان اسلایدرم رو گوشه‌هاش رو گرد بکنم؟ بچه‌ها شما احتمالاً از اسلایدر استفاده کردید. وقتی اسلایدر رو اینجا بندازید تو قسمت استایل هاش هیچ آیتمی نداره که شما بتونید با استفاده از اون این گوشه‌هاش رو گرد بکنید. تنها قسمتی که میشه گردش بکنی شعاع کادره که برای این دکمه است. یعنی من بکشم این دکمه فقط گرد میشه. تو قسمت پیشرفتم اگر بیاید تو قسمت حاشیه اینجا حتی 1000 پیکسل هم وارد کنید هیچ اتفاقی رخ نمیده. حالا راهکارش چیه؟ ببینید بچه‌ها، المان اسلایدر نیاز داره برای اینکه گوشه‌هاش گرد بکنید به کد نویسی. خب المنتور هر بار داره با آپدیت هاش اضافه میکنه. احتمالاً در آپدیت های آینده این موضوع هم اضافه میشه، اما الان شما مورد استفاده تونه، شما نیاز دارید به این. خب برای اینکه این کارم بخواید انجام بدید بعد از کد CSS استفاده بکنید. برای اینکه کد CSS هم یاد بگیرید بعد قبلش HTML رو هم بلد باشید و این زمان بره. خب شاید شما الان نیازی نداشته باشید اون حد از تغییرات ایجاد کنید، فقط میخواید مثلا المان اسلایدرتون گوشه‌هاش گرد بشه. برای اینکه این کارو بخواید انجام بدید من یه خط کد می‌نویسم، شما اون یه خط کد رو از روی ویدیو میتونید نگاه بکنید و هر جایی که مورد نیازتون بود استفاده بکنید و اون مقدار مورد نظرتون رو بهش بدید. تموم شد و رفت، اسلایدرتون گرد میشه. از تو ببین رو خود اسلایدر کلیک میکنید، تو تب پیشرفته میایید پایین، من اینم برمی‌دارم که متوجه بشید. میایید پایین توی CSS های سفارشی اینجا. خب کیبورد انگلیسی یه SE که بنویسید سلکتور رو بهتون نشون میده. ببینید خودش سلکتور رو بهتون نشون میده. اینتر میکنید، شیفت رو نگه میدارید و جی رو کیبوردتون یا همون پرانتز رو میزنید که آکولاد باز و بسته براتون ایجاد کنه. الان آکولاد باز اومد، من اینتر بکنم آکولاد بسته هم میاد. حالا مینویسیم بوردر خط فاصله رادیوس. ببین بچه خودش بهتون نشون میده بوردر رادیوس، خودش کمکتون میکنه. بوردر رادیوس رو میزنید، من اینجا میزنم مثلا 25 پیکسل. میبینید هیچ اتفاقی نمیافته. این ویرگول هم بچه حتما آخرش بذارید. ویرگول هم که روی کیبوردتون اگر بزنید ببینید که رو بزنید ویرگول میندازه. خب توی خط دومش نیاز داره به یه خط کد دیگه. مینویسید او که بزنید خودش اینجا بهتون نشون میده آورفلو رو بزنید، اینجا اچ رو بزنید، هیدن رو بهتون نشون میده. هیدن رو که بزنید گوشه های اسلایدرتون گرد میشه. الان دقت کنید من هیدن رو میزنم، گوشه های اسلایدر من گرد شد. در واقع شما با استفاده از این دوتا کدی که اینجا نوشتید میتونید اسلایدرتون رو گرد بکنید. حالا این پیکسلش رو هر چقدر بکنید به همون میزان گرد میشه. اگه بذارمش 10 پیکسل میشه 10 پیکسل، بذارم 100 پیکسل میشه 100 پیکسل. دیگه بسته به اون مقداری که نیاز دارید میتونید اون رو استفاده کنید. موفق باشید.